امروز توی این ویدیو قراره بین آیتم‌های خوب و بد شیراخت بندازیم که در نهایت میره توی ظرفمون و یه ترکیب اسیدی بهمون میده. میدونی چی میگم؟ قراره آشغال‌ترین ترکیب امروز تو تست کنی تو کل یوتیوب فارسی. فکر نکنم. بریم سراغ ویدیو. خب اینجا ما شیریاخت میکنیم. عمق فاجعه هم که داریم میبینین این قراره امروز دهنمون رو سرویس کنه. پارچ آوردیم. فاکینگ پارچ آوردیم. داد چرا میزنی؟ من شیر رو انتخاب میکنم چون شیرم. فعلا آره خط بریم. آره. چی میشه؟ بریم. چیه؟ سرنوشت ساز رو باز کن. باز کن میگم. خطه که شیر علی. خب ببین به نظر من خب خفه شده تو خودم توضیح بدم. آیتم خیلی بهتریه. تو خیلی ارزشمندتره. خفه شده. الان من که برام خط اومد یعنی امتیاز مال من در نهایت بین شیر و خط که نه بین شیر و تخم مرغ میتونم انتخاب کنم. اینو بگیر. این مال تو. با من اینو نمیخوام. بیا تریت کنیم. خفه شو. بیا تریت کنیم. تو الان چی داری که بخوای من به درد بخوره؟ دارم من تخم طلا دارم. این تخم نمیخوره. طلاه. ببین این تخم طلاه. تو فقط 2 تا تخم داری. یعنی اینو بگیری 3 تا تخم. پدر سگ. بریم کار بریزیم. تا اینجای کار من مثل اینا ببین بده من شیراخت رو. چوب تو کونمه ولی دارم میخندم. عالیه. میگن لب خالی چیز نه آخه چی میگن؟ نه محمد که ادعا میکنه خیلی بد شانسه. شیراخت من خدتم. خب بعدی که برام نمیاد. بناس. بچه‌ها مهران مدیری این ویدیو ما نجاتمون داد. شیره بخورش بده من اینو بستنی. اوه نه چرا انداختی توش؟ آقا سامان توش کرد نخورد. من توش کردم. نه پیازم درست انداخت. تو همین آخه آقا من از ویدیوهای قدیمی یه تخم مرغ خام خورد. تخم مرغ بود، سس گوجه بود، نمیدونم این توش کرد. آقا این توش کرد. پیاز اینجوری درست انداخت. باید اینجوری میبرید که آبش هم بیاد. آبش نیومد. پیازو توش کرد. بریم قصه بعدی. خب همونطور که من تا قبل این ویدیو داشتم سعی می‌کردم با این اعصابم کنار بیام. کمتر عصبی شم. خب اینو تو ناموسن نگاه کن. ببین یاد ویدیوهای اولمون افتادم. یه دقیقه صبر کن. الان این چیزی که ما داریم ببین خمیر دندون بره تو این واقعا خراب میکنه. یعنی انگار من هیچی نگرفتم. پس بذار من شکر رو بگیرم. همینو با دسته میکنم. داداش من قرار سانسور نمی‌کنی؟ نه ولی خب اوکی میکنم. آره همین داشتم میگم با دسته میکنم. نه دیگه گو نخوری دیگه ناموسن این برام میفته از ویدیو میرم آجی. شیراخت بیا تو بنداز. شیراخت یا سفیدی. ببین شیر رو به من بده. من شیر نه من شیر گو بخور شیر. خب باشه من خطم. باز کن دیگه بابا چیکار کردی؟ خطه. گفتم بده من شیر رو. شکر رو میریزم. نه بسه چی؟ ریختم دیگه. بریز بابا کلی ریختم. بله ریختم. بچه‌ها شکر داره بهش اضافه میشه. و اون وای تو چرا نشون میدی؟ زوم میکنم روش که داش آخه اینا نمیتون هم بزن مثل ما هم بزن. آره هم بزن دیگه. خیلی ویدیو جذابیه. چه کارم ببین نمیذارم. خب میرسیم به آیتم نمیدونم چندم که تو ادیت نوشتم. اینو هر کدومو بخوام بریزم بده که میدونم بده. برای منم آخه بده. برای من هر کدوم بریزیم بده. خب این ویدیو پس منطقی نیست. ویدیو تمومه. خدافظ. شیراخت چیه تمومه. شیراخت بابا شیر این دفعه دیگه ناموسن اصلا گفتی من یه چی خط اومد. شیر گفتم شیر اومد. خب من کدوم میخوای؟ آوالولو رو بده من دیگه. کدوم اصلا آوالولو خیلی بد میشه. برام مهم نیست. بذار حداقل یکم مایع شه. بریز اینو تو این حاجی یه دقیقه بیاین ناموسن چرا نشون نداری؟ اینو من نخورم دیگه. نه بخور تا آخر بریز. من شیر رو تا آخر ریختم. اینو من نخورم دیگه ناموسن. این حاجی این بوی فلفل میده خیلی بد شده. آخه ببین بچه‌ها این خوردنش اینه دفعش چیه؟ چجوری میخواد بیرون بره؟ اینجوری داخل میاد چی بیرون میره؟ معده بخش آخر میسوزه. بخش آخر چیه؟ معده من داره میسوزه. بخش آخر که نیست. سر بخش هم مثلا خوردن داریم که اون حالا ببین اون بخش بچه‌ها اون بخش از ویدیو حذف شده. متاسفانه فایل ویدیو به مشکل خورده و هنوز نگرفتیم. چطوری فایل به مشکل خورده؟ من ماشین زمان دارم. خب شیراخت شیر رو بده ببین رو زمین چی افتاد. شیر افتاد. رو زمین شیر افتاد.
همین آوردم بالا. چیه به بچه‌ها بگم گی؟ ببین دوغو میخوام بهت آیتم بدم. نمیذاره بگم گی ها. دوغ خفه شما گی نیستم. دوغو میخوای یا این رو بنا رو؟ ببین دارم فکر میکنم دوغ بده یه لحظه وایسا. چی میخوای؟ مگه قرار نبود یه آیتم بد باشه یا آیتم خوب؟ ربع انار اگر آب لیمو رو تو میگرفتی با فلفل و اینا ربع انار میومد توش خیلی خوب میشد. ولی اصلا سناریوی داستان یه جوری دیگه پیش رفت که شیر و بستنی و اینا با هم ترکیب شه. می‌دونی چی میگم؟ سناریو بد پیش رفت وگرنه این قرار بود آیتم خوب باشه این آیتم بد. چرا از پیش تعیین نمی‌کنی ویدیو اینجوری جذاب‌تر نمیشه؟ نه. ما به مخاطب احترام میذاریم همونطور که به خودمون احترام میذاریم. دوغو میخوای یا ربع انار؟ بگو دیگه. من الان میدان دارم. تکلیف من مشخص کن. دوغ میخوای یا ربع انار؟ آفامس ویدیو دارم کردم بعد دوغو ریختم. خفه شو بذار دو بریزم تو. رحم کن رحم کن. نه دوغ ریخت من وای چقدرم زیاد بود. برکت داشت برکت صداقتی. وای دوغ خیلی بده. بعد دستم افتاد. آره قشنگ معلوم بود دست افتاد. بابا هم نزن دیگه با درش. همونو بریز. وای برو تو. خیلی ترشم من یه ذره خوردم واقعا اشک آدم میاد. حالا بریم آب بریزیم توش که قراره دهنمون سرویس شه دوباره. خب آب بریز. بس نصفشو بریز. آخه ببین من داداش همشو ریختی که. آره. بریز آب بریز. ببین آب گرم آورده بودم. نه چقدر گرمی؟ گو میخورم گرم نبود. خب من همین الان معده من درد میکنه اینو بخورم بعد میمیرم که. ببین گو نخور. این سر من چرا گل کف داره؟ تو فقط بیادب. بیا قبول کن من اینو بخورم ولی اینو نخورم. نه میریزیم توی لیوان. یه لیوان بریز دیگه. پیازش نیاد. نه پیاز میاد. نه هیچ نمیاد. خب ببینم اندازه من چقدر باید بخورم؟ نوش بزن سلامتی نمیدونم. حاجی خیلی بده اصلا باورت نمیشه چقدر بده اینقدر خوردم. ببین مزه آب میده. خب دیگه من خوردم دیگه داداش مگه قرار نبود تا آخر بخوریم؟ ببین اینم خیلی بده ها ولی اون خیلی بده. داری اینو بخوری؟ نه ای چرا باید من تو ویدیو چرت و پرت بخورم وقتی این همه کانتنت هست؟ این ببین ماما میا ماماسیتا کانتنت های مختلف خوشمزه است که. ببین بچه‌ها فکر کنید آب اناره خب خیلی ترشه یه زنم خمیر دندون داره یه زنم تنده. اگه میخواین اینجوری نشین سمت یوتیوب نین. اینو خورده میگه خوشمزه است. ببین به جان تو خوبه. بذار من یه دقیقه بذار من از خودم دفاع بکنم. به جان تو خوبه. بذار یه دقیقه خدای خوبه. بذار بهتون شفاف توضیح بدم چه مزه‌ای میده. من خودم آنگل میکنم این نمیخورم. خیلی خوبه. ببین مزه تند داره به خاطر پیازاست احتمالاً. یه ذره خمیر دندونه ازت میکنه وگرنه ترکیب این آب آلبالوئه با چی بود ربع انار بود چی بود؟ داداش به خدا اینقدر بد نیست. داره فکریت میکنه این بدتره. زبونمو نگاه کن. بابا این بدتره اینو بخور. تو نمیفهمم. داش این بدتره. یکم فقط زبون آدم خشک میکنه همین. نه این اصلا مزه چی میگه لجن میده ولی این خیلی خوبه. این من به شدت ببین من همینجا مینویسم امضا میکنم اینو تو کافه بهت 500 هزار تومان پول میدن. بدون خمیر دندونش با خمیر دندونش فقط اذیت میکنه. بچه‌ها آدمی میبینید که میگه گوشت خوب نیست ولی اینو داره میخوره. نه ببینید بذارید من کامل بذارید بیام جلو توضیح بدم. شما همین رو تو کافه میتونی به قیمت‌های خیلی گرون بخری. این چی داره؟ آب آلبالو داره. ربع انار داره. چی داشت دیگه؟ پیاز داره و تخم مرغ. واقعا خوبه. فقط خمیر دندون اذیت میکنه وگرنه یا یکم دستمال کاغذی خوردم من. خوشمزه بود؟ واقعا حال معده‌م مثل که از اینکه ویدیو رو دیدید با دوباره دو تا ترکیب خیلی سم و خیلی به درد نخور خیلی مزخرف درست کردیم. دیگه از این ویدیوها از این کانال نمیاد. هفته دیگه دنبال خوراکی اصلا نباشید. هفته دیگه میکس تمام حیوانات دنیا. بابا این چی؟ برید تا کانتنت های خیلی خوبی گرفتیم ولی این آشغاله این بده این برو بیرون.